اندره ماری برتوله کیمیادانی برجسته فرانسوی بود که در عصر 19 زندگی و فعالیت کرده است. او در رشد کیمیای معاصر و علمهای طبیعی سهم کلان گذاشته است. نامش کلود لوئی برتوله بود که سال 1748 در شورنی فرانسه تولد شده است. در اول همچون طبیب تحصیل کرد ولی دیرتر به کیمیا تمایل پیدا کرد و از روی همین فعالیت کرد. در پاریژ فعالیت داشت و با عالم دیگری معروف آنتوان لوران لاوازه همکاری میکرد. یکی از اولین عالمان بود که نظریه ریاکسی‌های برگردانده شونده را روندهای متقابله پیشنهاد کرد. مواد فعال کننده خلور و استفاده آن در تازه کردن آب را کشف کرد. در تهیه نظریه موازنت شیمیایی سهم گذاشت. از اولین ها بود که نشان داد بعضی ریاکسی‌های شیمیایی می توانند در دو سمت صورت گیرند. اعضای اکادمی علم‌های فرانسه بود. مسئول نوسازی استانداردی وزن و مقدار سیستم متری در فرانسه شد. در زمان ناپلئون به حیث مشاور و علمشناس خدمت کرد. سال 1822 در سن 74 سالگی در ارکی نزدیکی پاریژ وفات کرد. کشفیات‌های مهم و سهم‌های علمی کلود لوئی برتوله اینها می باشند: یکم، خلور و تأثیر آن. برتوله یکی از اولین کیمیادانی بود که خلور را همچون ماده تازه کننده استفاده کرد. او نشان داد که خلور می تواند رنگ‌ها را نیست کرده لباس‌ها را سفید کند. این کشفیات اساسی 3 سال مواد کیمیاوی شستن و بی‌ضررگردانی گردید. دوم، ریاکسی‌های برگردانده شونده. برتوله معین کرد که بسیاری از ریاکسی‌های شیمیایی تنها به یک سمت نمی روند. وی فهماند که دو ماده می تواند به توازن مقابلی رسند. اساس نظریه موازنت شیمیایی که بعداً از جانب دیگر عالمان تکمیل یافت. این ریاکسیه برگردانده شونده می باشد. سیوم، موازنت دینامیکی. نظر او درباره موازنت ریاکسیه ها یکی از قدم های اول در تهیه کیمیای معاصر بود. برتوله یکی از مؤلفان استانداردی متری در فرانسه بود که امروز در تمام جهان استفاده می شود. در بسیار دانشگاه های با نفوذ آن دوره درس داد و علم را عمومی کرد و بسیاری از عالمان مشهور اروپایی مکاتبه و همکاری داشت. در تاریخ کیمیا نام برتوله همچون یکی از اساسگزاران نظریه معاصر شیمیایی ثبت شده است. آثار علمی او برای تحصیل و پژوهش کیمیا در عصرهای 19 و 20 اساس گذاشت. امروز نیز در کتاب‌های درسی و دانشگاهی از او با احترام یاد می‌کنند. برتوله چندین اثر علمی نوشته است که بر پایه تجربه و تحقیقات خود اساس یافته است. کتاب معروف او اسی درباره استاتیک شیمیایی و تحقیق موازنتی شیمیایی بخشیده شده است. او اینچنین امید به ریاکسی‌های نیترالیزاسیا کسلات‌ها و اساس‌ها و خصوصیت‌های گازها کارهای مفید انجام داده است. برتوله با لاوازه پدر کیمیای معاصر زیچ همکاری داشت و کار او را برای قتل لاوازه دوام داد. او یکی از اولین ها بود که نظریه مضمون ثابت ماده ها را زیر شبهه برد و نشان داد که محیط بیرونه می تواند بر ریاکسیا تأثیر رساند.
کلود لوی برتوله در علم کیمیا نه تنها با کشفیات‌های عملی خود بلکه با تحلیل نظریوی و پیشنهاد اساس‌های معاصر کیمیای موازنتی نقشی برجسته بازیده است. او همچون دانشمند و فرزند صادق علم و جامعه در تاریخ باقی مانده است. برتوله نه تنها به تحقیقات خاص کیمیا بلکه به تفکر تحلیلی و فلسفی علم شناخته می شود. او کوشش می کرد بین نظریه و عمل همبستگی عمیق برقرار کند و همیشه تاکید می کرد که علم باید در خدمت جامعه باشد. با کشفیات‌های خود زمینه تحولات بزرگ را در علم‌های دقیق مخصوصاً خیمیا فراهم آورد. نام او امروز در برابر دیگر عالمان بزرگ کیمیا لاوآزه، دالتون، مندلیف و دیگران ذکر می شود. در فرانسه و کشورهای دیگر کوچه ها، مؤسسه ها و مکتب ها با نام او نامگذاری شدند. آثار علمی او در کتاب خانه های بزرگ نگهداری می شود و تا حال منبع آموزش می باشد. کلود لوی برتوله یکی از پایه‌گذاران کیمیای معاصر است. فکرهای او درباره موازنت، تاثیر محیط و خلور همچون دزینفکسیا کننده در علم و عمل اهمیت کلان دارند. او شخصیت علمی است که دانش او از عصر 18 تا امروز تاثیرگذار مانده است. سبق اول برتوله نشان داد که علم باید با تجربه اساس یابد و فقط نظریه کافی نیست. سبق دوم او دلیل آورد که علم می تواند نه تنها چیزها را فهماند بلکه آنها را تغییر دهد. مثلا استفاده خلور در بی‌ضررگردانی. سبق سوم او آموزاند که علم باید به منفعت جامعه و انسانیت خدمت کند نه تنها برای دانش. برتوله از جمله عالمانی بود که علم را به سطح عملی برآورد و پیوند بین نظریه و عمل را مستحکم کرد. تعلیمات و تحقیقات او در زمینه ریاکسیه های شیمیایی تا حال در کتاب های درسی و تحقیقات استفاده می شوند. او نمونه اعلی برای دانشجویان محققان جوان است، هم از جهت علم و هم از جهت اخلاق علمی.